ان الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. در موضوع این که اوکالدارو سوزنی که میکنن این روز اون روزه را میشکنند یا نه، ما جوابش گفتگی هستیم و دوباره برادر میخوان که بفهمن که شما میگید آگاه باشه و تأکید کنید از این مسئله که آیا میشکنند یا نه. برای تو شاید که اونها میخوان که شبهه داشته باشن از بین ببرن، یا اینکه گاهی نفرها میپرسن به جهتی سنجیدن، شاید والله اعلم از چه جهت میپرسن، اما دقیقاً و عمیقاً همین است که روزه را نمیشکند. چخیلی که در این موضوع ما صحبت کرده هستیم، اوکال روزه را میشکند یا نه گفته که بنویسید میبروید، و دیگر که هست به خاطر چی نمیشکند. یک نفر بگه شاید که اون بگیم که اون چی هست، قوت میدهد اوکال، یا که برای دوایی هست. چرا نمیشکند؟ چون که از اون به غیر سبیلش اون وارد می شود. یکم. دوم که هست به این علما اعتقاد دارن که خیلی که سرما نمیشکند، داروی چشم نمیشکند، چون که از غیر سبیلش داخل می شود. اینو همچون نمیشکند. در این باره اگر غلط نکنم عامه علما دیوان به همین قول هستند، اتفاق هستند که نمیشکند. یعنی که روزه را سوزندارو، یعنی که اوکال نمیشکند و چخلی که سرما نمیشکند، که داروهایی که در چشم چکانده میشه اونها را نمیشکند. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.